شهر کارلووی در غرب جمهوری چک به خاطر چشمه‌های آب گرمش شهرت داره و جشنواره فیلمش. امسال هم این شهر شاهد برگزاری 49مین دوره جشنواره فیلم‌های کارلووی بود. جشنواره امسال 4 فیلم از سینمای ایران رو هم داشت. فیلم‌هایی که کارگردانان این فیلم‌ها فیلم‌های خودشون رو از کشورهای دیگه به این جشنواره فرستاده بودن، از فرانسه تا بریتانیا و از بریتانیا تا آلمان. مانیا اکبری بازیگر فیلم 10 ساخته عباس کیارستمی که فیلم مطرح 20 را به عنوان کارگردان در کارنامه کاری خود دارد، با فیلم زندگی شاید که نام آن برگرفته از شعر تولدی دیگر سروده فروغ فرخزاده است، در بخش نگاهی دیگر جشنواره حضور داشت. او که زندگی شاید را به همراه مارک کازینز ایرلندی کار کرده است، در قالب ویدیو آرت با استفاده از نامه‌نگاری‌های خودش و آقای کازینز زندگی خصوصیشان و دیدگاه‌هایشان را درباره موضوعاتی چون برهنگی را در کنار مسئله مهاجرت از ایران قرار داده است. شهرام مکری کارگردان 33 ساله ایرانی هم با دومین فیلم بلند خود ماهی و گربه در بخش افق‌های جشنواره 49 حضور داشت. فیلمی که داستان آن بر اساس قصه‌ای واقعی است و به رستورانی می‌پردازد که از گوشت چرخ کرده انسان برای پختن غذا استفاده می‌کرده است. در کنار این فیلم‌ها که در فهرست فیلم‌های حاضر از ایران حضور داشتند، سودابه مرتضایی کارگردان مستندساز آلمانی ایرانی تبار در کار تازه خود ماکاندو به سراغ رمضان مینکایلوف پسر 11 ساله چچنی تبار در اردوگاه پناهندگان در اتریش رفته است و تلاش این کودک مسلمان را برای برقرار کردن ارتباط میان اخلاقیات درونی خودش و محیط زندگی جدیدش را به تصویر کشیده است. ماکاندو در بخش اروپای امروز حضور داشت. اما تنها کارگردان ایرانی حاضر در جشنواره 49 کارلووی که فیلمش از کشور فرانسه و در بخش رقابتی فیلم‌های مستقل به نمایش درآمد، عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم‌های متفاوتی چون اسب حیوان نجیبی است و بیخود و بی جهت بود. آخرین کار آقای کاهانی فیلمی است با نام وقت داریم که با حضور 2 نوازیگر فرانسوی ایرانی تبار، آریان گنجی و آدریان ملکی جلوی دوربین رفته است. فیلم همچون دیگر آثار فیلمساز پس زمینه اجتماعی دارد و زندگی بدون آینده عماد و کارولین را روایت می‌کند. داستان فیلم با حاملگی ناخواسته کارولین وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. با این وجود در نهایت فیلم تجربه گرایانه کارگردان آلمانی ایستر آمرامی با عنوان هر جای دیگر که داستان آن درباره دختری اسرائیلی است که در کشمکش بازگشت به کشورش یا ماندن در آلمان دچار تردید است، توانست جایزه بخش فیلم‌های مستقل جشنواره را از آن خود کند. 49مین جشنواره فیلم کارلووی حضور بحث برانگیز مل گیبسون بازیگر و کارگردان سرشناس سینمای هالیوود را هم به همراه داشت. جامعه یهودیان جمهوری چک به سبب کارگردانی مصائب مسیح به حضور او در این جشنواره و دریافت جایزه 1 عمر فعالیت برجسته برای سینمای جهان اعتراض کرده بودند. در کنار مل گیبسون، ویلیام فردکین کارگردان 79 ساله سینمای هالیوود که به سبب کارگردانی فیلم مشهور جنگیر در ایران هواداران بیشماری دارد، نیز جایزه 1 عمر فعالیت برجسته برای سینمای جهان را دریافت کرد. لورا درن بازیگر آمریکایی فیلم‌هایی چون روز سرگردان و پارک ژوراسیک نیز از مهمانان مراسم اختتامیه جشنواره 49 بود. در پایان فیلم مزرعه ذرت به کارگردانی کارگردان اهل گرجستان جورج اواشویلی به عنوان بهترین فیلم جشنواره دست پیدا کرد. درامی روانشناسانه درباره یک کشاورز پیر و نوه خود که در جزیره‌ای کوچک در رودخانه‌ای زندگی می‌کنند که به شکل مرزی طبیعی میان گرجستان و منطقه جدایی طلب آبخازی است. داستان فیلم با گفتگوهای پراکنده درباره رابطه آنها شکل می‌گیرد. اما جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کارلووی به فیلم سقوط آزاد ساخته کارگردان اهل مجارستان گورگی پالفی تعلق گرفت. آقای پالفی که فیلم تاکسیدرمی را در جشنواره فیلم کن 2006 میلادی داشت، در این جشنواره توانست جایزه بهترین کارگردانی را هم برای خود به ارمغان آورد. او که از نگاه سینمایی نویسان اروپایی یکی از اصیل‌ترین کارگردانان سینمای اروپا لقب گرفته، در فیلم سقوط آزاد نگاه غم‌انگیز خود را متوجه جامعه امروز کرده است و با طنزی سیاه زندگی آدم‌های یک آسمان خراش را از نگاه زنی که در حال سقوط از این آسمان خراش است و فاصله چندانی با مرگ ندارد به تصویر کشیده است.
اگر در میان فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره امسال موضوع مهاجرت بسیار پررنگ بود، در بخش اصلی رقابتی جشنواره هم بیشتر کارگردانان انسان و دنیای روانی درونش را موضوع داستان‌های خود قرار داده بودند.